سلام. اگه دارین این ویدیو رو میبینین احتمالاً به خاطر اینه که خیلی از دوستای اطرافتون آیپد دارن یا حتی تو سوشال مدیا خیلی ها میبینین که برای درس خوندن آیپد دارن و خب به خودتون فکر کردین که شاید منم باید بخرم. برینم تو پولان، نرینم تو پولان، برینم تو پولان. آره منم دقیقاً همچین وضعیتی رو داشتم وقتی قیمتا رو دیدم. میدونی خیلی خوبه که هر وقت دلت بخواد میتونی آیپدتو در بیاری، هر چی که دلت میخواد رو بنویسی. به خاطر همین 2 سال پیش تصمیم گرفتم که بخرمش. مدلی که من دارم استفاده می‌کنم آیپد 11 اینچ پرو 2024 M4 هستش که تجهیزاتش، قلمش، کیسش، خودش، گلسش تقریبا حدود 70 میلیون تومان شد. بله میدونم. قلمش هم قلم پنسی پروه. قلم پنسی پرو. من مثلا اگه آیپدم قیمت الان داشت نمی‌خریدمش. شما حتما لازم نیست آیپد بخرید. خیلی از آیپدها هستن که قیمت بهتری دارن و تقریبا نتیجه مشابهی رو میدن. حالا بریم ببینیم واقعا ارزشش داشت یا نه. خب بریم شروع کنیم. اصلا چرا من آیپد خریدم؟ حقیقتا من دانشجوی پزشکی ام. آیا روی این تاکید کردم که دانشجوی پزشکی ام؟ خیلی خیلی زیاده و برای کسی که نیاز داره همیشه رفرنس داشت، همیشه جزوه‌اش، همیشه مطالبی که می‌نویسه رو همراه خودش داشته باشه، همشون تقریبا غیر ممکنه. برای جزوه نوشتن همیشه نگران بودم که این دفتر رو تموم بشم. تموم می‌کنم مسلماً خیلی زود. هی باز باید برای هر بخش دفتر جدید می‌خریدم. هی خودکارام و هایلایترام تمام می‌شدن. باز باید میرفتم می‌خریدم. حجم درسام زیاد بوده. هی باید خرید می‌کردم که کلافه کننده بود. حالا دفتر و هایلایتر و خودکار تمام نشده دارم و همه چیز کنار همن. دیگه چی؟ بای دوی اگه میخواین بدونید چه جوری جزوه می‌نویسم و تو چه اپی جزوه می‌نویسم تو ویدیوی بعد قرار توضیح بدم. یک چیز خیلی مهم که خیلی بهش دقت نمی‌کنن استوریج آیپدتونه که بر اساس حجمی که می‌خواین توش کار انجام بدین و حواستون باشه که چه مقدار استوریجی رو می‌خواین. استوریجی که من برای آیپدم خریدم 256 گیگ بوده و دلیلی که 256 گیگ خریدم اینه که دوباره میگم حجم مطلب خیلی زیاد بود و خب دلم می‌خواست بازی داشته باشم. پس اگه دوست دارین مثل من بازی داشته باشین، فیلم ببینین و در کنار جزوه بنویسین، خب 256 گیگ خوبه برای شما. نه 60 خورده ای، نه 100 خورده ای. پس حواستون باشه هر چقدر استوریج بیشتر بخواید همونقدر بیشتر با آپلود بدین. متاسفانه. یکی دیگه از چیزایی که من از آیپدم براش استفاده میکنم ویدیو ادیت کردنه. همین ویدیوهای قبلی، ویدیوهای بعدی، همه ویدیوها تو آیپد من ادیت شده، نه رو لپتاپ نه رو گوشی، چون که چشای من نمیتونه ببینه که روی گوشی بخوام ادیت بکنم بدبخت میشم. کوچیکه انقدر نمیشه و خب این بزرگه، خیلی بزرگه و با قلم همین چیزو میشه راحت انجام داد. اوکی فکر کنم ویدیو داره به بخشی وارد میشه که نمیخواستم بقیه ببینن. در هر صورت آیپد به نظر من ارزش خرید داره. برای شما چی؟